سلام، جاوید صبحانی هستم از امور بین الملل انجمن سینمای جوانان ایران. یه سوال دیگه‌ای که هر روز ما با اون مواجه میشیم و فیلمسازا خیلی زیاد ازمون میپرسن اینه که ما باید اثرمون رو اول در کدوم فستیوال ثبت نام بکنیم. در مورد این قضیه به طور مفصل توی استراتژی پخش صحبت خواهیم کرد. فقط قبل از اون لازمه که اهمیت فستیوال ها رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید، جشنواره‌ها به صورت کلی از نظر اهمیت به 3 دسته کلاس الف، کلاس ب و کلاس س تقسیم میشن. فستیوال های کلاس الف مهمترین فستیوال ها هستند از نظر اعتبار و اهمیت و معمولاً فستیوال هایی که توسط آکادمی اسکار، جوایز بفتا، جوایز فیلم کانادا، جوایز فیلم اروپا و جوایز فیلم گویای اسپانیا مورد تایید قرارشون داده توی اون دسته‌بندی قرار میگیرن. و پیشنهاد ما اینه که با توجه به کیفیت فیلمتون و تم فیلمتون سعی کنید شروع ثبت نام فیلماتون رو در فستیوال های الف داشته باشید. فستیوال های کلاس ب به فستیوال های با قدمت بالای 15 سال میگیم. درسته که از نظر اهمیت ممکنه از فستیوال های اسکار کوالیفاید و الف پایین تر باشه، ولی با توجه به قدمتشون و خوشنامی و سابقه‌ای که اون جشنواره ها دارن میتونن به شناسایی فیلم شما به حد اکثر مخاطبین و همچنین افراد حرفه‌ای سینما کمک شایانی بکنن. فستیوال های کلاس 3 هم فستیوال هایی هستن که داره کمترین اهمیت هستن. سابقه شون نسبت به فستیوال های کلاس ب و الف بسیار پایین تر هستش و نوپا هستن، به تازگی تأسیس شدن، ممکنه حتی آنلاین باشن. شما باید در هنگام پخش فیلمتون فستیوال های کلاس 3 رو بذارید در آخر چرخه ثبت نامتون، یعنی تلاشتون رو بکنید تو فستیوال های الف و ب حضور حد اکثری داشته باشین. وقتی این حضور تموم شد، حالا سعی بکنید برای اینکه فیلمتون نمایش بیشتری داشته باشه، حد اکثر مخاطب داشته باشه، در فستیوال های با درجه اهمیت پایین‌تر ثبت نام بکنید. شاید این سوال براتون پیش بیاد که کدوم فستیوال ها در درجه الف قرار میگیرن، کدوم فستیوال های کلاس ب هستن و کدوم فستیوال ها کلاس 3 هستن. شما میتونید از اون درگاهی که استفاده میکنین به خیلی ساده فستیوال ها رو فیلتر بکنید، یعنی انتخاب بکنید فستیوال هایی که مورد تایید آکادمی اسکار و سایر آکادمی ها هستن. پلتفرم به شما معرفی میکنه فستیوال های با بالای قدمت 15 سال در درجه فستیوال های ب قرار بگیرن و سایر فستیوال ها که در کلاس 3 قرار میگیرن. یک کار دیگه هم که میتونید برای پیدا کردن جشنواره الف انجام بدین اینه که با سر زدن به وبسایت آکادمی اسکار جشنواره‌ای که مورد تایید این آکادمی هستن رو پیدا بکنید. خوشبختانه جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران جزو 164 جشنواره‌ای هستش که تا به این لحظه توسط آکادمی مورد تایید قرار گرفته.